من موندم یه نفر آدم که یه خانه بوده چطوری میتونه این همه کارو یک جا انجام بده؟ اگه دفعه اولت میخوای زعفران بخری یا تجربه ناموفقی تو خرید زعفران داری، این ویدیو مخصوص توه. این ویدیو رو همینجا لایک کن، سیو کن و بفرست برای اونی که میدونی میخواد زعفران بخره تا سرش کلاه نره. الان که فضای اینستاگرام باز میکنی همه خودشون رو تولید کننده، کشاورز، زمیندار، پاک کننده گل، برداشت کننده گل، خشک کننده، فرآوری کننده، فروشنده. من موندم یه نفر آدم که یه خانه بوده چطوری میتونه این همه کارو یک جا انجام بده؟ برای همین میگم شنونده باید آگاه باشه. اگه خواستی زعفران بخری، همون اول به فروشنده بگو آقا این زعفرانی که داری مسقالی چنده؟ مثلا بهت میگه نگین سنتی خشک الان 29 شهریور 1404. نگین سنتی خشک قیمتش نهایتا 620 تومانه یه مسقالی. خب سوپر نگین صادراتی قلمدار اندی انجی اندی پلاس نهایتا میشه مسقالی 700 تومن. اگه پیام دادی به اون فردی که حالا کشاورزه یا کشاورز نمایی، کار نداریم، یا واسطه و دلاله، دیدی بهت میگه مسقالی 800 تومن 900 تومن 750 تومن، بدون اون طرف کشاورز نیست، اون دلاله. نکته دومی که باید رعایت کنی، اگه دیگه قیمتش اوکیه، بیا بهش پیام بده، بگو آقا الان یک عکس یا یه فیلم از اون محصول برام بفرست. مثلا برات عکس میفرسته، فیلم میفرسته، با فامیل خودت هم بگه ها ترجیحاً، مثلا بگه آقای حسینی، نمیدونم خانم رضایی، این محصولی که الان دارم برات بسته‌بندی و ارسال میکنم. نکته سومی که باید رعایت کنی، هیچ وقت به کشاورز یا اون کسی که حالا میخواد بفروشه نگو آقا من 1 کیلو میخوام، نیم کیلو میخوام، 10 مسقال میخوام. نهایتا بهش 1 گرم، نیم مسقال یا خیلی هنر 1 مسقال بهش بگو بده و برات ارسال کنه. اگه محصول رو دریافت کردی، تایید کردی، اوکی بود، دیدی با اون معیارهایی که قبلا تو ویدیوهای قبلی بهت گفتم اون زعفران اصل امسالی بود، حالا بیا بیشتر بهش سفارش بده. اینطوری دیگه پولت سوخت نمیشه، خیلی هم سرمایه از دست نمیدی و بهترین تولید کننده رو پیدا میکنی.